نامش که کی مسلمان شد. مرا مو متوجه کرد. خوب نیست. ببینین ما و شما آمدیم اینجا که یک حرف خوب بزنیم، دل یک نفر رو به دست بگیریم، حرفای زیبا بزنیم، پیشانی گشاده داشته باشیم، نه ای که بیاییم تحقیر، توهین، تمام روز دست به گریبان باشیم. سبا جان عزیز خوش آمدی عزیزم. زیباییتون بخیر، جور صحتمند باشین. ما تازه آمدیم بانو کرشمی عزیز، بانو روز و سیاره جان دیگه نمیفهم گپ سر چی است. انشاءالله که حتما یک موضوعی باشه. شنیدم که سر گفتم صبح شما بخیر، چی مرگ دارین، کافی یا چای؟ کافی حالا گفتید من میگیرم. از خواب بیدار شدم. کافی برمایه کافی خوب شیرین بودش هم زیاد مرد. همه تو میکنم. شما صحبت کنیم من میشم سر چی گپ است. باز سبا جان عزیز بیا برات میگم. خانم وجدان یک خانمی است که بسیار دسترک، سخت گیر. حالا این دقیق قرن 21 نمیتونه که ما شما رو بگه تو چرا تو منافق هستی، تو چرا تو گرد زدی، چرا تو میگی بزشتی. هیچ چیز نمیشه. امو قصه داستان حافظ است که میگه حافظا از تو نصیحت کردن صبح ده پی این نباش که شنید یا نشنید. تو اگه مسلمان هستی گپ مسلمانی ده، کسی که شنید نشنید تو شمشیر ده دست نگیر دیگه. این دور از انسانیت، دور از اسلام است. ما حق نداریم. خداوند به پیامبر خود حق نداده. باز ما کی هستیم که بیایم زشت بگوییم؟ حتی خداوند میگه که دین به زور نیست. اگر تو خداوند میگه که در دین افراط نکنین، بلیاز خدا آیه قرآن است، کلام پیامبر اسلام است. من خو از روی یک سند میایم حرف میزنم. ای آمده تو مرا میگه که تو تومت میگه چی میکنی، فتوا میدی، تو غلط میگی، تو بیسواد هستی. تو ما گفتم امو فتوایی که ما دادیم بیا بر ما بگو، امو رو بگو که همینجا اینم 50 چند نفر کس مرا ملامت کنن. خود تو یک سندم نمیاد، یک سر ما تومت میکنی. میگم نیمه والا گتربانم در جایی که بری از پشتت میایم هر گپی که تو زدی میگم تو چرا گپ زدی. او برادر حالا من امیالو بگو من چی گپ زدم، من چی گپ زدم، خب این امیالو بگو. حاجت از نیست که از پشتم بیایی. میگه سرما تومت میکنه. میگه تو گفتی که زنای مسلمان، من نمیفهمم چی گفت، این گپای ناقکایی یادم میره. و ما زنای مسلمان باید چی کنه توش طلاق که گرفتن باید یک شوی دیگه کنن. او برادر ما یک چیزی که از قرآن نباشه به عقب خود نمیتونم. کارای عزیز میفهمین من این موضوع رو صحیح نفهمیده بودم. اینمیم روز اما نقطه اساس یاد گرفتم فهمیدم. خب چی بسا خوب است که من یاد گرفتم چی بود چی میگفتن اینا. این طرف سیاره جان عزیز من برات میگم، از روی قرآن برات میگم. امیر رو باز خودت برو سرچ کن. اگه می چیز نبود باز من دیگه در زندگی سلامم نده. خداوند میفرماید به خاطر که باز من در شأن نزول رفتم گفتم این چه رقم است که یک زن باز بگیره طلاق کشه، بازو بره یک شوهر دیگر بگیره، باز از او که طلاق شد باز میتونه ایشویدگیش امرش پس نکاح کنه. من قسم کنجکاو هستم وقتی که یک چیز را چی میکنم میگم تو برو سرچ کن صحیح که یعنی حقیقت هم چرا که من نفهمیدم. من چی کردم در شأن نزول رفتم. شأن نزول میگه مردا همیشه زنای خود همیشه میگه خانه شما پیش از اینکه شما توضیح میتونم ببخشین که گفتانم گرفتم، شما میره قبول داری؟ من بله 100% قبول دارم. امر خدا رو چه قبول دارم؟ نه خب پس چادر قبول ندارین، عذاب قبر قبول ندارین، دست قطع قبول ندارین. گپ من تا آخر نشنیدی دیگه. نه اوکی ببخشید تا آخر بشنو. خداوند از این خاطر این آیه سخت آورده که مردا دیگه طلاق بر زن نگویه. بر زنها طلاق میگن، نه باز میگه که طلاق سی طلاق او بیچاره رو بلا تکلیف میمانه. باز پس میره نه والا ببخش که من اعصابم خراب بود، محمد تو گفتم می تو زنم هستی. این چندین بار یک مرد بر زن تکرار میکنه. به خاطر از این خداوند در شأن نزول برو که خداوند این مسئله را سختگیری کرده که نه اگر تو دیگه طلاق میگی
باز چی میشه در اینجا؟ باز زنت باید برد دیگه شوهر کنه، یک مرد قبول نمیکنه که زن خود طلاق بگه، باز او بره یک شوهر دیگه بگیره، باز بیا پس امروزی نکاح کنه. یک مرد هیچ وقت قبول نمیکنه. این شرایط خداوند سخت کرده سر یک مرد، نه اینکه حقیقت داشته باشه باید این کار کنه. اینی مسئله اینیست. اینا شما برین باز ده خانه کشمی عزیز، من یک موضوع امروز یکی از لایف های طالبا که اینا آمده بود، یکی از علمای دینشان بود که بود و زبان پشتو اتفاقا گپ میزد. من رفتم شیشتم ولی هر چیز کردم این موضوع نفهمیدم. باز بالاخره دم یکی از برادرها لایف شیر کردم که پشتو میفهمید، باز او آمد و چیزا موضوع رو گرفت و من اینجا آمد پس دوباره گفت. یک نفر آمد این سوال دینی از ملا داشت و گفت که من برای خواهر خود جنگ کردم. باز وقتی جنگ مده خواهرم گفتم که اگر من اینی کار نکنم زنم سرم طلاق باشه. باز اینال من ایره گفتیم اینال دلم نمیخواد که زن من طلاق بده. من وقت عصبانی بودم. اینال جرمش چی است؟ باز از او آمد پرسان کرد، باز او هم برش جواب نداد، این مسئولیت در گردن نگرفت. گفتم اون جایی که در اون جایی که زندگی میکنی یک عالم دین پیدا که برو از او پرسان که چی تصمیم برات میگیره. اینال این موضوع 2-3 بار پیش روی ما امروز آمد که من یک کم از این یاد گرفتم. اجازه است خیلی کوتاه بگم؟ سلام خانم سعیده. بله سلام بفرمایید. دوستایی که بالا هستن، دوستایی که پایین. ببین اینا برداشت‌های شخصی هر گروه یا هر فرقه ای هستن. من فکر نکنم که همه مسلمان‌ها این رقم عقیده داشته باشه. حتی برادرای اهل تسنن هم که در بینشوری این رقم نیسته. در او برداشتی که خانم کرشماش مثلا یا هر کسی دیگه داره که از قرآن شریف اگه با گفتن این کاملا غلط است، درست نیسته. با او خاطر ما چیش درست نیست؟ چیش درست نیست؟ یکی طلاق گفته طلاق درست نیست یا گفتنش نه، درست یعنی نیست؟ قرآن شریف یا حکم شرعی اسلام این رقم نیست که حالا بر فرض یک نفرم که 3 دفعه از روی عصبانیت گفته باشه او طلاق ارجعیت نداره، مشروعیت نداره. ولی خود متاسفانه نمی رقم برداشت ها متفاوت است. یک تعداد خیلی کم شاید امیر دنبال کنه. او را هم در این کشورهایی که بسیار عقب افتاده و دور افتاده است دیگه این رقم نیست که ما و شما یک چیز دیگه ما کسی را نقد نمیکنم، هر کس عقیده شخصیش، ولی مسلمان از غیر مسلمان است. ولی ما خود اگه مثال بذارم به عنوان یک مسلمان، اگه ما مثلا برفرض یک کار مثلا در اسلام مثلا در اسلام نباشه، حالا شراب خوردن، حالا من خیلی مسلمان هست شراب میخورم، پس من نباید برای عذر برای ازی که من بخوایم او را یک عذر برای خود بیارم به امور یک جوری جلوه بدم که اوکی است، تو قلبت مهربان باش، خوب باش، نیتت پاک باشه، ای تو باش او تو باش، حالا در پلی از یک گیرم خورده مشکلی نیست. نه او سر جایش هست. خوب بودن، قلب پاک بودن، نماز خواندن، هزار رقم شرایط دیگر تو رعایت کردن و هر کدامیش سر جای خود است. ولی این موضوعی که من این خطا را کردم ایره من هم میتونم بیایم یک جوری جلوه بدم که اوکی است. آقای فشیال، من اوکی نمیگم. من گفتم در قرآن، در قرآن آمده، در قرآن همه چیز آمده. ای که اوکی یا نیست من کار ندارم. برادر قرآن باز کردن و دیدن که همچون چیز مستقیم نامده. بله اوکی، من باید باز میکنم. امی سورهش یادم رفت، میشه که بگیم که یادم رفت سوره بقره است یا نسا؟ کی باز کرده؟ برادر ادریس بود فکر کنم باز کرد. امور بگو که کدام سوره بود؟ فراموشم شد. آیه 28 است ولیکن سوره یادم رفت. 73 فکر کنم. 73 نه 28 است بخیرم. باش ما یک دقیقه. آرس هست میفهم. آرس کدام بود؟ من یادم رفت. من از اولش هم یاد نداشتم، ببخشید. من اصلا نشنیدم قبلا. این به شکل دیگه است. من میگفتن یک معنای دیگه داشته، هیچ نمیفهمیدم. پسان یاد گرفتم. امروز گفتم زیاد که از این جمله پیش آمدم.
کرشما جان سوره البقره است. البقره بله. این البقره پیدا میکنم میخونم یک لحظه. البقره خب ببینین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس اگر زن را طلاق سوم داد، روا نیست که آن زن و شوهر دیگر بار رجوع کنند تا اینکه زن به دیگر شوهر. ببخشید که می بسیار خرد است ترجمه قرآن شریف قدیمی است، بسیار چی است. چی شد؟ باشن سرم. پس اگر زن را طلاق سوم داد، روا نیست که آن زن و شوهر دیگر بار رجوع کنند تا اینکه زن به دیگر شوهر کند. اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد، زن با شوهر اول که 3 طلاق داده توانند به زوجیت بازگردند. اینی را کرشما بس اینجا نیست، ایره که قبول است. موضوع است که هر چیزی از خود یک پروسسی داره که به او طی شود. این به این نیست. اشکال به اینجا. ببینید من نمیگم که 100% گوش کنید. این یک جای یاد شد. یک لحظه آقای افشار، این یک جای یاد شد، در یک لایف یاد شد. ما گفتم بله در قرآن اینمی چیز آمده، بس خلاص مسئله دیگه معلومات دربارش نه من نمیگم در رابطه حرف شما، نه من میگم شاید از گپ شما سوء تفاهم چی شده. منظوری است که پوینت اصلی است که مردم انتقاد میکنن که یا یک سری شاید هم عملی انجام بده که یک نفر در حالت عصبانیت اگه بگه طلاق 3 دفعه او طلاق شد. نه او رقم نیست، چون در 3 دفعه گفتن که پروسس 3 تا طلاق که طی نشد. هر چیز از خود یک پروسس داره. من نظر به قرآن گفتم. با اون خاطر شما مثلا از دیدگاه من دیگه کار ندارم. من نظر اینمی چیزی که قرآن گفتم من ایره گفتم. من نه عالم قرآن هستم نه کدام ملات. امیره چی من اصلا مخاطب شما نیستم. پس اگه طلاق داد، طلاق باید و پروسسش اون رقم که اسلامی و شرعی است طی شود. 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه اون رقم که او برگرده دوباره در شوهر قبلی خود. پس این نیست. اینجا پوینت اصلی، نقد اصلی روی گفتن است. یعنی در گفتن نمیشه که توی دولت عصبانی. حالا اینجا خداوند میگه دیگه. خداوند کجا گفته اونجا که عصبانی شدیم بگید؟ نه عصبانی باید زن بره یک شوهر دیگه هیچ ازدواج کردن. این یک تهدید برای یک مرد است که تو نباید دیگه زنت 3 دفعه طلاق بگویی. دیگه طلاق نگو. بلا تکلیف میبخشی کرشما جان، این حقیقت داره در قرآن شریف است. وقتی که یک مرد که زن خدا طلاق میگه 3 دفعه و جدی میگه، اما مثلا ایموشنال نمیگه، جدی میگه، باز اونو وقت که هست باز زن طلاق میشه دیگه. این مرد اجازه نداره که دیگه پس هم بستر شوه، غیر از این که این زن باید بره پس دوباره عروسی کنه همراه مرد دیگه. باز اگر از او همراه مرد دیگه خوش بود، خوب زندگیش ادامه میافت تا آخر عمرش. اگر نه که همراه مرد دیگه خوش نبود که شوهر سابقش پس دوباره خواست ازدواج از پیشش داشت، باز دوباره پس میتونه که پس همراه شوهر سابق خود دوباره عروسی کنه. این امیره ما تر گفتیم آل خانم وجدان یک شعله است که تو چرا دروغ میگی؟ تو از دل خود میگی. فقط در دین یا باور ما چی میگن اونو شیعه میگن هست، فقط این اسم دیگهش چیز است. من خودم شیعه است، مور با او ربط نته. سیغه نه این مسئله سیغه نیست. او چیست؟ ازدواج موقت است، متعه است. این بس مسئله طلاق است.
بازم من نمیگم هر رقم دیدگاهی که برداشتایی که دارین برداشتای خودتان است. نه ما برداشت از طرف من نه نمیشه. ولی یک آدم بیای من بگم من والا این چیزی که من میگم در قرآن است. خب من مینال قرآن شریف خواندم من میگم همچین چیزی نیست. پس اینجا ما تو نباید با هم دیگه جنگ و زدن کنیم. تو بگیم من راست میگم من نگفتم. تو چه خبر داری که من جنگ کردم؟ این جنگ خودم وجدان کرده. یک شلس میگه من نمیمانم. بانو کرشما گپای من کلی است. من نمیگم بر فرض میگم که حتی خودم مثال زدم که حالا من قد فرض میگم من این کار نکردم آقا جان. این آقای حسین اجازه بده نشان فکر کنم یک تعریفی داره. سلام بفرمایید. فکر کنم اینترنتشان از ایران میان اینا. چیز اجازه بدن که گپ بزنه لطفاً. نمیدونم بحث شما در بحث 3 طلاق است؟ بله. آها مشکلش چیه 3 طلاقه؟ چیز است ای که یک مرد مثلا بر خانم خود 3 بار میگه طلاق میکنه با شرایط از که برگرده پس با خانم اولیش باشه یا او خانم با شوهر اولی خود باشه، شرایطش فقط اونموست که باید برای یک ازدواج دیگه موقت داشته باشه تا ای که این فهمیدم یک چیز بفخشه. موقت نه صحیح ازدواج کنه. سیارا جان موقت نیست. خب ازدواج مثلا امرای نفر دیگه که ازدواج میکنه دیگه شوهر همیشگیش باید باشه. خب همین ازدواج جدی است دیگه. کاملا از یک ازدواج خلاص و باز بیا یک ازدواج دیگه باز او رو بشکنن باز یک پس. سیارا جان اگر امرای از او شوهر خود اگر خوش بود خوب، اگر نبود پس میخواست که شوهرش پس میخواست که دوباره یک جای امرایش یک جای شوهر باز پس دوباره میتونن که نکاح پس دوباره بکنن پس یک جای شوند. اما مقطعی نیست. قسمی نیست که تو برو امرای یک نفر دیگه مقطعی ازدواج کو به خاطر دوباره امرای شوهر سابق یک جای شوند. این نیست. عروسی جدی است. میفهمید نکاح جدی است. اینش نخواه ازدواج دومی داشته باشه و در این حال برگرده ازدواج کنه. خب باز ازدواجشون نمیشه. نه تا وقتی که ازدواج دوم نکرده در اسلام دوباره نمیتونه که امرای شوهر سابق خاطر یک جای باشه، به خاطر از اینکه این یک جزایی است بر مرد مسلمان که زن خود قباسانی نام طلاق سر زبان نبیاره. این یک پنیشمنت است برای مرد مسلمان. آفرین رود جان، آفرین که تو فهمیدی. اما بسیار آقای ببین من هم نظر نیستم. آقای حسین شما همین رقم عقیده دارین به عنوان یک برادر تصنع که فقط با زبان؟ خب خیلی ها من یک مثال زدن اکزامپل گفتن که یک نفر از روی عصبانیت خانم خود گفته پشیمان شده رفته در خواهر عصبانیت نه اما فرق نمیکنه. خب بالاخره سیچویشن پیش میاد آدم از روی عصبانیت همچین حرفی بزنه. اما یک اکزامپل داد برای شما گفت فلان نفر می کار کرده پیش خواهر خود آمده گفته من دوست ندارم این نفر طلاق. چیزی که قرآن گفته آفیشیل ببین چیزی که قرآن گفته حالا طلاق رقم نگفته. این برداشت غلطی هست که شما نه. حالا بذار من بگم اگه طلاق رجعی هست ببین طلاق رجعی هست حالا 2 بار طلاق دادین میشه برگشت. ولی اگه طلاق 3 بار بود شما 3 طلاق کردین دیگه نمیشه برگشت. زبان است زبان آقای حسین. یک طلاق بر زبان دیگه بچه جاری میشه. آقای عزیز طلاق بر زبان جاری میشه دیگه. طلاق از خود پروسس نداره. تو نباید برید یک مرجع وقتی میگه آقا شما مثلا میگه طرف به زنش میگه طلاق 3 طلاق داده دیگه. خود دیگه دیدگاه شماست. من کار ندارم قابل احترام. دیدگاه نیست آفیشال قرآن. نه خانم چی گفت؟ به نام قرآن او رقم باشه. من از آدرس قرآن میگم کاملا دروغ و خطاست اشتباه است. آره بذار پیش من یه چیز بگم. ببین دوستان یک کچفهمی که خیلی از دوستان آتئیست مخصوصا دامن میزنه. اول میگن زن از خودش اختیاری نداره. یه دروغ محضه. در خود قرآن کاملا آیه 233 یعنی تقریبا 232 بله صراحتاً اومده میگه اصلا شرط اینه که دختر خودش راضی باشه. یعنی برای ازدواج از خدمت مخصوصا بحث طلاق میگه آقا طلاق گرفتن و باز میخواد زن خودش میخواد برگرده به شوهرش. طلاق بحث طلاق رجعی هست. مانع این نشید که اینا دوباره ازدواج کنن. یعنی اینجا ترازی یا رضایت باید از هر دو طرف باشه، هم زن هم مرد. و یه نکته من دوستم یه تصویرم بذارم. آقا حسین یک دقیقه ببین اینجا گفت رضایت. وقتی که زن رضایت نداره این مرد از عصبانیت یا از روی هر چیزی 3 دفعه رو گفته.
پس او رضایت زن کجا شد؟ پس این با حرفت متناقض هست دیگه. پس نه من اون گفتم برای اینجا ازدواج رضایت است. رضایت زن خود از یک قسمت از اون پروسس نه طلاق ببین است. بذار بگم برای ازدواج رضایت شرط است، برای طلاق هم زن حق طلاق داره هم مرد، ولی یک تفاوت داره. زن طلاقش تفویضی هست، برای زن تفویض هست، یعنی مرد تفویض کرده. اگر زن حق طلاق داره خود زن میتونه جدا بشه بدون رضایت مرد اگه تفویض کرده. این که شرح نزول آیه ان کنتن تردن هست در سوره احزاب هست. برای ازدواج چه دختر باکره باشه، اصلا برای باکره اوده اذن، یعنی باید رضایت کامل باکره باشه که ازدواج بکنه. خودش باید یعنی حتی دختر باکره میتونه بره خواستگاری از مرد. این در صحیح بخاری هم هست، در قرآن هم منافاتی نداره دختر خودش بره برای خواستگاری و خودش انتخاب بکنه. دقیقاً. بالاخره همون رقم که من گفتم آقای استاد من کار ندارم، یک دقیقه یک خیلی کوتاه باز من به سکوت میکنم یا پایین میرم. دیدگاه ها ما میبینیم مذاهب مختلف، شاخه‌های مختلف در قرآن چی در بین مسلمانان است. پس وقتی که شاخه‌های مختلف از گروه‌های مختلف از مذاهب مختلف، دیدگاه ها متفاوت است. او بر اگر دیدگاه متفاوت نبود علیق شاخه‌ها را کلا یک چی بودیم، یا یک پیرو یک مذهب بودیم یا کلا و قول امی قرآنی کلا مسلمان بودیم. پس ما نیاییم از آدرس شخصی خود، ما بر فرض یک شیعه هستم، دیدگاه ما شاید خیلی شما خیلی فرق کنه. من نباید بگیم پافشاری کنیم مسئله قرآن است آقای افسیال. این مسئله قرآن است، مسئله دیدگاه نیست. گرفتین شما خراب کردین دیگه. این موضوع کاملا اشتباهه که امی رو تو تشریح کن، امی آیه رو تو تشریح کن، خود سیست یعنی می آیه را اگه من تشریح کنم چون من باید آفشال سایگو گب من گوش کنین. این مسئله شیعه و سنی نیست، مسئله کتاب قرآن است که ام دو باور دارم، ام خود دو باور داری. اینال شما که ای گپ میزنین این مانا میده که دین شما دیگه چیز است، شما به قرآن ایمان ندارید. و این خاطر اینال سکو ما به کل ما به یک کتاب ایمان داریم. این شیعه و سنی را انسان ها کشیدن. ما برداشت گفتم ببین خب حالا مسئله قرآن برداشت نیست عزیزم. چرا نیست؟ امروز قرآن امر کرده، قرآن امر کرده که یک زن طلاق نگو. اگه میگی باز این طور یک چیز در اگه اسلام فقط در گفتار ای رقمی یک طلاق یک ازدواج دمی سه کلمه بند باشه که یک نفر بگوره سلام یک دقیقه من سخن میزنم با عرض شما. آفیشال جان، اسلام یک دین مکمل است و به خاطر حیات زندگی است. سایکو اسلام به زنم حق داده که یک کس را یک بچه را خوش داره میتونه که شروسی کنه، هیچ ممانعت نداره. و مردم میتونه که یک زن این معاشره ما و شماست، گپای و رواجه ما و شماست که نمیتونه وی گپا جدا صحیح. اگر یک مرد دو دفعه بگه به زن خود که با ما طلاق است، اما از سوم دفعه چیزی نگوید و بعد از مراجعه بر از او یعنی امبستری برش میگه چی میگه شما برش او کنه صحیح، این طلاق از بین میره، این طلاق از بین میره صحیح. اگر در قهر بگویی، در غضب بگویی، در هر حالت که بگویی که تو دیگه 3 دفعه بگویی که تو طلاق هستی، و اگر بگویی که خانه پدر خود نرو، اگر رفتی تو بیخی سر ما طلاق هستی، طلاق شد. اگر بگویی که کار نکن تو بیخی سر ما طلاق هستی، طلاق است صحیح. او باز میتونه که دیگه کس ازدواج کنه، کدام وقت تعیین شده او را ختم کنه، بعد از اون میتونه پس رجوع کنه به شوکی طلاق. اگر مثلا به رضایت هم دیگر طلاق شود، در غیر از اون نمیتونه که به خاطر که ما پس شوهر خود بگیریم باز امرا یک نفر دیگه ازدواج کنه. این کار کردن نمیتونه، باید صحیح رسمی ازدواج کنه. من یک سوال دارم. نمیتونه تا که یک نفر دیگه ازدواج نکنه پس برای این مرد اول آماده نمیتونه. شما از یک طرف میگین که اسلام یک دین کامل است که شکی هم درش نیست، ولی در این قسمتی که قدر مهم است یک ازدواج، بیای اینجا یک مرد میتونه عصبانی شه. میل یک اگزمپل گفته یک نفر عصبانی شه زن خود گفته اینا پشیمان است. نمیشه از همین خاطر خداوند سخت گرفته که زنت بی ارزش نکن، طلاق نکن. سوال کنم ببخشید، جزایش نمی است، یک جزا برش تعیین کرده، جزای نمی است.
خدا خیرتان بده. اینمی مسئله بود که من اینمی مسئله را گفتم که همی خانم وجدان میگه تو طلاق غلط گفتی. طلاق او برادر نگفتیم. ما هیچ وقت بدون قرآن بدون اسناد ما هیچ صحبت ما کدام زن بی سواد نیستم که از دل خود یک چیز رو بگویم. وجدان کجاست؟ نه باشه کنمی مرا بدنام کرده. اینمی رو مزروی قرآن کرشما جان یک دقیقه بفرمایید. ای گپ بسیار یک گپ مهمی است. خب یک دیگه که بر دوستای که اسلام بسیار دین عدل و انصاف است. اگر سر کدام زن ظلم میشه، از طرف شوهر زده میشه، زیاتی میشه، صحیح سنی دایی وقت این میتونه که با حکومت برا میگه من از طلاق میگیرم. او شوهر حکومت شوهرش میخواه میگه چی وجه چرا ظلم میکنی، با زور سرش طلاق میکنه اگر واقعیت باشه. اسلام دین یک عدل. خب ببین تو یک طرف نمیبینه که با من میبینه با زن نی. این رقم دین اسلام گرفتی چی که دی قدیس آفیشال صدر نمیه. بفرمایید. من سوال خود بپرسم لطفاً، دلم تنگ شد. خب امی شرایط که یک مرد خانم خود به یک شکل طلاق میته، باز اینا لگه خانم همچون حق را داره و شرایط زو چی است؟ یا هیچ حق نداره که بگو برو نرو بگو چی کود نکود؟ همین پوینت میخوام بالا کنم. تو مثلا یک دقیقه آقا من میرم سوال کنم. مرد میتونه طلاق بده و شرایطش چی است؟ نه کمیال طوال روش گپ میزدیم اینا لگمی برگرده خانم یعنی امی کارو بکنه. مثلا یک احرام فشار سر زن آورده و زن خود نمیخواه او هیچ شور نخوره که let من me طلاق finish my میگیرم. question please. خب منظورم ایست که متوجه شدن که منظورم ایست که اگر خانم یعنی مثلا عصبانی شوه بگه که خب امی تو طلاق اگه خانی مادر رفتی در این مورد نگفته. اگر گفته باشه گوش کن. دیجا یک ما برتان پیش گفتم دیجا ای عارض میشه، عریضه میکنه با حکومت و میبینه قاضی ها میبینه حالت میبینه، بعد از او بازو تصمیم میگیره با مرد میگه که شما میتونه که دیره طلاق بده چون ظلم سرش میکنی، زیاتی سرش میکنی. ما خو اینمی تو خواندیم دیگه والله یعلم. همین آدم عریضه کنه برو پیش قاضی، پیش دولت، برو پیش اون مرجع، برو بگی اینمی آدم ناعصبانی شده. مثلا من مثلا یا یک موضوع با چی کنه که عصبانیش از روی عصبانیت من این را قبول ندارم، باز چی میشه اونجا؟ این رقم شما گرفتین یک برداشت که شما از قرآن شریف گوش کن. اگر بگویا یا نگویا از دان ازی برآمده طلاق از دان ازی برآمده در قهر باشه شراب باشه طلاق شد بیادر. این تو خودت سایکو یک دینی ماست مکمل است. یک تو از خود میگی، تو از خود گپ نزننی. اون برو علما را کدام کس میفهمو را بیارو بر حدیث میگه قرآن میگه. اسلام که تو انحصار نکنید. خب ما دیدگاه خود میگم تو بگوی من نگویم. بسیار عزیز گوش کن عزیزم. قرآن کتاب است که مکمل احکام خدا صادر شده که نمی باید در آخرش گفته که خداوند داناست. فهمیدی؟ حالا او اینمی حکم کرده، ما نمیتونیم که بگوییم که نه. حرفم اونجا نیست بانو کرشما. حرفم در رابطه سه طلاق که پروسسش طی کنه من کاملا موافق هستم. حرف من اینجا ندارم. حرف من جایی است که در گفتن آیا شما موضوع کلام خداوند در قرآن شریف جایی میتونه نشان بده که گفته باشه که اگه در زبان 3 دفعه گفته باشین این طلاق مثلا زبان نه گفته اگه 3 بار گفته شوه نام زبان کجا گفت کلمه گفته رو برو بیارم از قرآن شریف نشان بده. یک لحظه ما میخوایم که این شرایط ما داشته باشن، چرا ندارم؟ تو میتونی که بری و در محکمه بگی که من نمیخوایم. او کدام مثلا میتونی نام بر کلگی تقدیم میکنم. گوش کن سبا جان یک گپ است. خب زن که از بسیار حساس است. خب بسیار میخوانم فکر و سوچ میکنه. برادر عزیز خب اینجا خب باز این مرد اساسات نشون میده. امی آیه رو بخوانم یک لحظه. خداوند میفرماید پس اگر زن را طلاق 3 داد روا نیست که آن زن و شوهر دیگر بار رجوع کند تا اینکه زن به دیگری شوهر کند. اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر اول که 3 طلاق داده تواند به زوجیت
بازگردد. این خیلی اینمی دپم زدم خب بالکل. گفتن کجا بدین که طلاق دادن با طلاق گفتن خب فرق میکنه دیگه. من گفتم آقای می چاپلر گفته خانم دیبا گفته اول باید 3 ازدواج کنی تا بعد طلاق دی. گوش کو آفیسیال عزیز. آمادگی ببین، نداریم یک آقای نفر چاپلر. یک لحظه سیاره جان یک لحظه آقای چابلر لطف کنید آفیسیال گوش کو برادر عزیز. سایرا جان یک گپ فنی طلاق بزن. خود خب یک شاور لحظه پیدا روز جان کن عزیز. در کجا قدر آسان است که روز کس بره جان بیستی عزیز. بخواد یکی یک پیدا لحظه. کنه و ریسی کنه باز دوباره یک پرسی لحظه آسان قربان نیست. شم. یک لحظه اما همین جواب آفیسیال عزیز بدم. آفیسیال عزیز اینجا خداوند تر میگه خب میگه اگر 3 بار طلاق داد، آیا طلاق اگر رسمی خط بدی 1 بار میدی یا 3 بار؟ خب 3 بار به زبان گفته میشه که طلاق طلاق طلاق. اگه خط بدی امو پروسس داشته باشه نشته میکنی که 1 خط میگیری که طلاق هستنم. درست است؟ این یک دفعه شد. اونم یک 3 طلاقه رو که میتونم یک پروسس اوکی. خلاص کنیم. اما 3 طلاقه که میگی 3 بار یعنی که به زبان میگی طلاق طلاق طلاق. اگه خط 1 نفر میتی در خط 1 دفعه نوشته میکنی که زن ما طلاق است، بس سنگ طلاق است. این تو نمیشه که 1 خط میتینی اما به زبان میگی که 3 طلاق، به قلبت میگی 3 طلاق. اگرم که بگی خود تو باید پیش یک مرجع بری میری مثلا مثلا طرف خانم خود میره ما این خانم خود طلاق میتونم مجھے پرسون ما 3 طلاق میتونم خلاص 3 طلاق. السلام علیکم و رحمت الله. آفیشال سر اجازه دوستان با وقت کم دارم این موضوع رو من یک نظر خودم میگم یک سوی تفاهم بفهم و دوستان حسین صاحب شاید نداشته باشه. خانم کرشمی محترم بر صورت یعنی موضوع طلاق بسیار واقعا موضوع تکنیکی و دقیقا فهم ازی اکثر موضوع مردم ممکن به خطا بیفتن. موضوع 3 طلاق در قرآن آنچه که میگه دقیقاً بسیار واضح میگه وقتی که 3 طلاق، ولی منظور اینجا یک موضوع شما خلط میکنه که موضوعی که آیا 3 طلاق در یک مجلس 3 طلاق حساب میشه و یا 1 طلاق، یک موضوع اختلافی است بین علما، او را در جایش میذاره. ولی طلاق مطابق سنت آنچه که طلاق است مثلا 1 طلاق وقتی که شوهر به خانم خود میته که البته شرایط داره که زن باید در حالت طهر باشه، یعنی پاک باشه، با اون نزدیکی صورت نگرفته باشه، مطابق سنت قسمی که باید داده شود. 1 طلاق مثلا 1 لفظ طلاق که برش طلاق میده که انتی طالقون، مثلا این لفظ طلاق شد. این زن باید 3 ماه یعنی عده، یعنی 3 طهر و یا 3 حیض، یعنی که یا اختلافی است که قرآن میگه ولی مطلقات یا تربصن انفسهن ثلاثه قروء. این قروء خودش یعنی آیا 3 حیض یعنی 3 ماه میگیریم. در مدت این 3 ماه این مرد میتونه که در این عده 3 ماه دوباره رجوع بکنه، طلاق از بین رفت، یعنی بالاخره اینا بین از اینا رابطه زوجیت پس دوباره استابلش میشه بدون از اینکه نکاح بکنن یا مهر بپردازن. یعنی باز ابی کار 1 بار دگام کردن میتونه مثلا 1 ماه بعد 2 ماه بعد 3 ماه بعد باز هم شوهر خانم خود طلاق داد، 3 ماه عده سپری میکنین زن. در طول 3 ماه باز هم این مرد اگر رجوع کرد چی میشه؟ یعنی بدون مهر و بدون تجدید نکاح میتونه با هم زندگی خود پیش ببره. ولی هر بار طلاقی که میده این طلاق یک طلاق حساب میشه در کارنامهش، چون یک مرد 3 بار طلاق یعنی حق داره. این 3 بار 2 بارش داده، 1 بار دیگهش مونده. یک موضوع دیگه سورم میگم مثلا که میگه همین 3 ماه اگه سپری شه چی میشه؟ این 3 ماه چیزی میگفتین خانم سیاره؟ بله گفتم مگر امی اتفاق که اگر بفته اگر خانمشان عامله باشه باز او الا وضع حمل آخر برسانه عده از او اوکی عده با فرق میکنه. کسی حامله باشه الا وضع حمل عده از او الا وضع حمل است. ولی اوکی گفتم تا 1 بار طلاق رجعی اگر عده تکمیل شد مثلا 3 ماه سپری شد، مرد شوهر نزدیکی نکرد به خانمش، در این صورت باز چون طلاق اول اگه دوم بود این طلاق باز طلاق باین صغرا تبدیل میشه که باید با تجدید نکاح و مهر جدید دوباره ازدواج کنند بدون از اینکه این خانم برای یک شوهر دیگه بکنه. این در 2 بار. بار سوم قرآن پاک امود الطلاق مرتان میگه طلاق رجعی 2 بار است. این مرد 2 بار حق داره که رجوع بکنه و امساک به معروف. این دقیقاً خداوند میگه که یا اگر طلاق دوم را دادی یا به طریقه درست همراه زندگی بکو یا را الابت بره بخیر به طریقه بسیار معروف. به خاطر از اینکه آیت 230 بقره فکر میکنم شما خوندید اونجا میگه این طلاق سوم اگر داده شد، طلاق سوم اگر داده شد دیگه این چانس رجوع کردن نیست که بدون نکاح و بدون مهر تو باید باز رجوع بکنی. در اینجا دیگه موضوع بسیار ثقیل میشه که خداوند یک راهکار میگه که در صورت حلال میشه برای شوهر اولش که این زن بره شوهر بکنه
بالاخره نه ای که مثلا یک تبانی صورت بگیره و بالاخره این موقتا یک کسی بگیره، شوهر بکنین. شوهرش اگر فوت کرد و یا باز هم ایره طلاق داد، در این صورت به خانه به شوهر اولیش که از او طلاق شده بود به او حلال میشه. این پروسه حلاله، آنچه که میگن اون پروسه که آنچه موضوعی که باید یک شوهر دیگه بکنه این موضوع است. ولی موضوعی که آفیشال ساید میگه که آیا 3 طلاق در یک مجلس یک طلاق حساب میشه و یا ای که 3 طلاق، یک موضوع اختلافی است. قرآن در این مورد موضوع نه آقای حمزه، این صحبت های من شما تایید کردین. من منظور پروسس بود. به این گفتن نمیشه که آدم از روی عصبانیت یا از روی اصلا امی اختلافی از آفیشال صاحب. مثلا امامیت شما، مثلا مذهب شما و بالاخره سلفیه و وهابیسم که شما میگین، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه برخلاف اجماع اهل سنت، این اهل سنت 4 مذهب این به این باور هستن که اگه 3 طلاق در یک مجلس داده میشه 3 طلاق حساب میشه. مثلا یک کس 1 طلاق 10 طلاق در یک مجلس میگه او اما قدره که مثلا 3 طلاق حساب میشه. 3 طلاق آقای حمزه گفتم دیدگاه متفاوت است، ولی آدم میره نکنه اینجوری حق و جانب که من خود اول مثال بگم با مانشیا نمیتونم بگم که والا نه هر چیزی که من میگم درسته. اینو من اول ذکر کردم. ما صحبتاتم کاملا درست بود. اما توضیحی که در رابطه پروسس شریف خیلی جالب، خیلی خوب بود آقای حمزه. حمزه جان، کل پروسس ازی باید در ظرف 3 ماه باشه یا ای که زیادتر از 3 ماه؟ کل پروسس چی درست؟ مثلا طلاق دادن، مثلا کل ازی که گفتن که یک دفعه اول که طلاق میته، باز یک چند وقت بعد باز دوباره اگر طلاق داد، باز یک چند وقت بعد باز دوباره بعد از او باز جدی میشه. این کلش پروسسش در چند وقت است؟ در 3 ماه؟ موضوع 3 ماه موضوع عده است. وقتی که یک طلاق، یعنی موضوعی که 3 طلاق باید حتمی صادر شود، این طلاق یک موضوع حتمی نیست. با یک طلاق میتونه که یک زن و یک شوهر یعنی از رابطهشون از بین بره و جدا شوند. با یک طلاق اگر یعنی به طریق سنت یک طلاق شوهر میده برای خانمش، این خانم 3 ماه باید عده سپری کنه، یعنی یک مدت زمان داره، مثلا مدت 3 ماه در خانه شوهر باقی بمانه و بالاخره در این طول 3 ماه شوهر چانس داره اگر با زنش پس رجوع کرد، پس دوباره زن و شوهر هستن. این ضرور نیست که 3 بار اگر خواستن که با از هم جدا شوند، با یک طلاق میتونن که جدا شوند. 3 ماه یک طلاق داد، 3 ماه عده سپری شد، از هم جدا میشن. زن بعد از 3 ماه دیگه او زن خانم شوهر نیست. ولی یعنی این خانم میتونه که در خانه شوهر خود باشه اما شوهرش اجازه نداره دو خانه باشه به خاطر از اینکه این مرد این طلاق گفته. نو خواهر جان، یکی وقتی که طلاق داده شد 3 ماه عده سپری میکنه، این خانم در خانه شوهر باقی میمانه و این شوهر هم خداوندم یعنی بالاخره این طریقی به تشویق بالاخره وقتی که باید یعنی دوباره یعنی چانس برای شوهر زیادتر است که بر خانه شوهرش اگر بر بگرده بسیار برش نیک است، خوب است. این 3 ماه طلاق داده شد، 3 ماه عده سپری میکنه به این خاطر که اگر دوباره با هم سازگاری بکنن و بالاخره توافق بکنن، شوهر میتونه که پس رجوع بکنن در طول این 3 ماه، در ماه اول در ماه دوم، قبل از اینکه این عده این 3 ماه سپری شود باید رجوع بکنه. در این رجوع اگر طلاق اول بود، بله همیشه طلاق به این شکل اتفاق میفته. طلاق این طلاق گفتم طلاق را علما به چند نوع تقسیم، طلاق احسن، حسن و بدعی. این طلاق یک طلاق مطابق سنت است، قسمی که از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از آنچه که صحابه و فهمیدن بر ما گفته. یک طلاق بدعی میگه، طلاق می طلاقی که 3 طلاق در یک مجلس باید یک طلاق حساب شود یا 3، این موضوعات بدعی است. طریق سنتش همین طلاق است که یک طلاق داده میشه، عده خود 3 ماه سپری میکنه، در مدت این عده اگر شوهر دوباره رجوع کرد پس دوباره رابطه زوجیت استابلش برقرار میشه. یعنی 2 بار این کار کرده میتونه که رجوع بکنه. یعنی به این معنی یک سوال، اگر یک شوهر بر خانم خود در آن وایت برش بگوید 3 طلاق، این مسئله چطور است؟ من میرم به یک توضیح بتونیم. امیره ما گفتم این موضوع اختلافی است. اگر مطابق مذاهب 4 مذهبی که اهل سنت و الجماعت است، مثلا مذهب مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی، مطابق این مذاهب این 3 طلاق حساب میشه. رابطه زوجیت از بین رفته، این خانم برای شوهرش حرام میشه تا ای که بلا دوباره اون پروسه‌ای که یک شوهر دیگری گرفته باشه و او
شوهرش فوت بکنه، یعنی بالاخره و یا که معذرت میخوایم آقای حمزه، از نگاه امی مذهبیت نگوین، از نگاه قرآن بگوین که چطور اگر یک نفر یک شوهر دفتن بر خانم خود یا قار باشه یا نباشه، خوش نباشه، هر چی که باشه، بگه طلاق طلاق طلاق، این چیز از نگاه قرآن مذاهب والا از قرآن خب با برداشت و با فهم بعض موضوعات یعنی دقیقا یعنی با تبیین و با اشکار، یعنی در این مورد چون قرآن از طلاق وقتی که صحبت شده، وقتی 3 طلاق، آیا این 3 طلاق در این 3 دوره که منظم مطابق سنت انجام شد، و یا ای که اگر یک کسی 3 طلاق را در یک مجلس صادر کرد، این هم آیا یک طلاق حساب میشه و یا دو طلاق؟ به خاطر که این صراحت قرآن پاک در این موضوع یعنی اون طوری که شما توقع دارین او رقم نیست. به خاطر اینه به تبیین و توضیح تشریح علما نیاز داره. به همین خاطر اختلافات در این مورد همیشه بوده. وقتی که مذاهب را گفتم در رابطه به ائمه و امامان اسلام این صحبت کردم، ولی یک تعدادی از علما اختلاف کردن، قسمی که جناب آفشار صاحب دیدگاهی را که گفت که مثلا مذهب جعفری همچنان یعنی 3 طلاق را در یک مجلس 1 طلاق، همین رقم یک فرقه یک مذهبی در اهل سنت هم است که به نام سلفیه، یعنی مکتب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، یعنی برخلاف اجماع اهل سنت اونا گفتن که این 3 طلاق و 10 طلاق در یک مجلس 1 طلاق حساب میشه، ولی اگر در حالت حیض مثلا این طلاق صادر شه و حساب نمیشه. ولی یک حدیث یک روایتی هست که طلاق در حالت جدی و در حالت جدی باشه نباشید، چند امور هست که یعنی جدی و شوخی بودنش یعنی همش یکی هست، یعنی طلاق و لفظ که صادر شد طلاق واقع میشه. اوکی. تشکر. به خاطر ممنون. تشکر. امی خواهر فلورا رو اجازه بدین که آمدم فکر کنم سوال دارن. سلام فلورا جان، خوش آمدی. و آقای ترابلر سلام شما، خوش آمدین. تشکر بسیار زیاد. سلام و درود به همه دوستایی که در لایو هستن. من تنها میخواستم چند چیزش بگویم که یک چیزش هست که من بسیار زیاد خانم وجدان احترام زیاد دارم برش، به خاطر که خانم وجدان بسیار زیاد intellectually honest است، یا فکر کنم در فارسی صادق میگیم، یعنی هر قسم که مو دین مذهبش است، قسم که است همینطور قبولش داره و نمیخواه که بیایه یک چیزی رو بر دیگه کس تشریح کنه که او اصلا وجود نداره، یا یک چیزی مثل ترش باشه بازده او به خاطر منافع خودش و به خاطر ازی که احساس میکنه که دعوت میکنه و جنت میره به خاطر دعوتش، یعنی مردم فریب بده، نمیخواه کی کارک. اما قسم که است بدون سوال، بدون ازی که نقل کنه، اما هر چیزی که در کتابش هست امور قبول داره و همین واقعیت ها رو بر ما میگن. و ما سر ازیم که یعنی هم نظر دینی همراهشان نیستم، اما یعنی من فکرم که کسی که بیای نرمه کتیتون قصه کنه و اما واقعیت بر تو پنهان کنه یا اقلا نمیخواه که حقیقت باور کنه، فکر میکنم که اونجا منافق میتونه اون نفر گفته شوه. و من فکر کنم که این بسیار زیاد یک چیز موزر است که ما یعنی حق به کسی به یک شکل دیگه بفروشیم که اصلا وجود نداره و کلش در ذهنیت خود آدم هستن. و من خانم کرشمه جان بسیار زیاد دوست دارم، فکر میکنم که یک انسان بسیار زیاد خوب است این از دیدگاه کوچیک من، اما من فکر کنم که مسلمان بعضی کسان میگن که مسلمان صحیح نیستن اما انسان بسیار زیاد خوب هستن. و یک چیز دیگه میخواستم بگویم که من که یک کس آشنا شدم در تیک تاک، او در افغانستان یا پاکستان ملا بود و او برای من گفته که من وقتی که ملا بودم و زن شوی که زن که طلاق میشد میامد که من حلالم میکرد، یعنی من روابط جنسی همراهش میداشتم، باز وقتی که یک مدت و وقت تیر میشد باز پس به شوهرش روانش میکردم. اما بعض وقتا شده بود که زن بسیار لذت میبرد که حلاله امرای من، یا روابط جنسی قدر برش لذتمند میبود که نمیخواست که پس پیش شوهر خود بره. و یعنی که از دوستایی که در لایو هست بعضیشون شنیدم که میرن که دیگه من گپای شما رو قطع میکنم. اینجا لایف اسلامی شما اجازه ندارین که تر گپا رو در اینجا بزنین.
چرا من نمیتونم حق بگویم از چیزی این حق نیست خوراک که لذت میبرد امی چی لازم است که شما آمدین در این لایف گپ میزنین من تنها یک تجربی من تنها تجربی میبرد بسیاری ها لذت بردن میبرد چیز بیاین در خراب لایف است بگوین در لایف بگوین منظورم کار خوب است است. خانم کرشمه جان یک دقیقه مرا بانین یعنی که من میگم که می شوهرها زنای خود طلاق نتن به خاطر که زنتان که وقتی که پیش ملا میره باز اونجا یعنی یک تجربی میتونه داشته باشه که شما برش دادن نمیتونین و میره پیش یک کسی دیگه یا پیش ملا میره قسم که زمی ملا برای ما قصه کرده بود که می زنا یعنی میامد پیش ما خوراک عزیز شما مسلمان هستین عزیزم نه خیر من اما لازم نیست شما که من مسلمان باشم ببین عزیزم شما آمدین قسم شما رو مشناسم در چندین لایف ها صدایتان چنج میکنین نامتان چنج میکنین میان نه خیر هیچ وقت نام من چینج نمیکنم و می نام من شما تومت میزنین سر من خانم فلورا که هسته نام خود چنج نمیکنه به خاطر که در هر لایف که ما رفتیم به این نام آمده شاید شما غلطی کرده باشین نمره کس دیگه منتها مسلمان نیستن ما میفهم تا جایی که ما ازشان شنیدیم اما ما یک فلورا جان یک گپ براتان دارم که این گپا که شما میشنوین بعضی چیزا مربوط به اسلام نمیشه یعنی بعضی چیزا این اکتیویتی انسان هاست که یار میکنن ایچ اصلا برای اسلام کدام رابطه نداره میفهمی؟ از این خاطر ما نمیتونیم که هر چیز به نام اسلام کنیم و زیر نام اسلام را یعنی تمام کنیم از این خاطر باید خودت بفهمی که بعضی چیزایی هست که مردم میکنن هر خیانت میکنن اما به نام اسلام میکنن اما در اون معنا نمیته که اسلام اونمو چیزا گفته اونمو چیز خرابه گفته مثلا یعنی که این نفر که گپ برای من زد دوست عزیز خودش ملا بوده یعنی ما گپ یک ملا رو قبول کنیم یا یک خانمی که مثل لباسای من یک سلام بر کلگی تقدیم کنم لباسای هندی میپوشه و لپسینگ میکنه یعنی گپ از رو قبول کنیم یا یک ملا شما گوش بگیرید فکر میکنم ملا زیادتر میفهمه در باره مذهبتان فلورا جان امی راجع به مذهب چی میگه؟ نه راجع به مذهب و دین ما کسی که مسلمان نیست خواهش میکنم بانوی نازنین ما کدام روز آمدیم که خودت بودیز ازر دینی که هستی میفهم شاورت هندیست حالا ما آمدیم گفتیم که این اون دوه تو راست ما هنوز گفتیم رسپکت هلو حالا خودتون یک رسپکت من نمیتونم که نظر خود براتون بگم نه قطعا نمیتونی من تنم یک تجربه را کتیتان شریک نه میکنم هیچ قطعا نمیتونی بانو مسلمان نیستی قطعا نمیتونی بیان نداریم دیگه منافق زن است برو طرف خدا ما آزادی بیان نه خیر نداریم نه خیر هیچ ما در راجع به افغانستان اسلام هستیم نمیتونین ما در هر جایی که هستیم شما نمیتونین مسلمان نیستی نمیفهمی اینجا مسلمان آقای تراولر است روز است بانو سیاره من مسلمان هستم من نمیتونم که یک نظریت داشته باشم اصلا نمیتونی کی گفته که نمیتونم که نظریت داشته باشم چون که مسلمان هستم ما کل ما میگیم این فتوای علماست گوش بگید فتوای علماست ما سباستم اما شما سبا کی هستین که مرا بگوین که من نمیتونم نظر داشته باشم اما شما تنها یک مسلمان هستین دیگه چیزی مثل مهم نیستین که کسی رو بگوین که آزاد بیان نداشته باشین شما صرف یک بنده هستین مخالف کسایی هستیم که اسلام نیستن باز میان میگن که ما در فقه اسلامی رو اینا میخوایم پخپو کنن ناممکن از جان من در این قسمت متوجه باشی میتونی راجع به موضوع دیگه گپ زنی ولی سر اسلام وقتی که میگه مسلمان نیستم اینجا اشتاپ چون موضوع فقه اسلامی است آقای تراولر بفرمایید شما نه خیلی نیست سبا جان شما باید از خدا بفهمارین آزادی بیان داریم ما در افغانستان نیستیم نه جان من بی عزیز دل نمیتونی ناممکن است شما در جای آمدی یک کسی یک ملا رو میکنی که مرا میتونی نشان بده آمدی کسی یک ملا رو میکنی ملا رو به ما چی؟ به اسلام چی؟ به قرآن چی؟ هر کس مسئولیت که افکار خودش است ملا معلم تو نمی باشه؟ نه جان من
ملا معلم ما نیست، ما عالم داریم. خب ملا و مولوی یک تیتل است برای یک کسی که میره در یک جای آزار میده. خب ما علمای دین داریم، علما و عالم، کسی که درس خوانده، کسی که رفتن مثل خودت، مثل دیگه و دیگه دانشگاه رفتن در یک رابطه، یعنی در علم دین خوانده. بنان ما برزو عالم میگیم. جرمه از دان ملا و چلی و ما و او آن قصه نکن. اگر شنانده هستی شنانده باش. در غیر از او هیچ جای در رومی که ما باشم، من از یک خانم مسلمان هیچ کافر را حق نمیتم که مخالف در موضوعات فقهی صحبت کنه. تشکر از شما. خب صاحب جان، این نظریات شماست، اما شما منبع میتونین بر من بیارین که من حق ندارم که نظریات خود بگویم، یعنی که شما منبع بیارین. این تنها یک نظریات خود شخصی خودتان است، اما حق نیست. اما من احترام دارم بر نظرتان، اما حق نداره. تشکر. راول در دمی جگه صحبت کنن یا خدمت شما با 6 دقیقه من زیاد وقت ندارم، 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. باز میرم شاید دوباره برگردم، ولی حالا فقط 5 دقیقه وقت